احمد شاه جان من و پدرت فقط بیماریم، جگر سوخته داداد مویای سری داداد سب سفید شدگی. از حق تو بچه جانم کجا باشی بچه جانم، آواز کن، یک بار تلفن کن که آوازتو فهمم. از اول خدا جان رحمت آید خدا، بعد اگه دادرم بابا جان همین بچی من خدا اول خدا بچی ما همین بچی من پیدا کرده بیاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خدا نگهبان. تو گریه مادر دیده در حق فرزندش خیلی بهت عذاب کشیده شده. دوستان مهربان، این بر فرزند این بر مادر ماه اپریل مای اخیرون صحبت کرده با مادرش چیکار کرده؟ گفته که من بعد زنگ میزنم یه جا کار یافتم. خلاصه طرف استانبول پریده، متاسفانه نیست. نام فامیلیش شریپوف احمد شاه امیر کلوویچ، 11/07/2002، دوستی خدا 20 ساله. گریه مادر تدیدی در کجای باشه خواهش میکنم زن برادر عزیز از هر یک آدم شما خواهش میکنم که همین ویدیو را پنگ کنید تا همین فرزند همین مادر بیایی نصیحتاش مونده شدم با خاطر الله، با خاطر همین گریه همین مادر ان شاء الله چیکار کنید همین ویدیو را پنگ کنید ان شاء الله. باز با من یک کسی دیگه را میگم وایشان چیکار کنید ببینید که یک بار دو برادر گمشتگی بسیار هم، اما ما حرکت میگیریم که تو انیخش نکنیم در اکران نمونیم شو، اما بروزگی مادر و پدرشون یک میگن گم فرزندم. خدا نگهدار. این ویدیو یکمش. ویدیو دیگه شد دوستان عزیز هاز میمونم. این برادر ما کیای خواجه مراد فیض‌الله این صورتاش مونده شدم تاجیکستان 25/08/2001. ایش 21 ساله بچه برمده متاسفانه به درک شده این صورتاش مونده شدم. دادر عزیز پدرت کافته شده به خاطر الله. برادرایی که در اکران میمونیم تو بعد پیدا میشه اکاو دلیتش که ایسوسو پیش از همه که ما در اکران میمونیم همه ختم به پدر مادر در روز در هفتهش یه بار زنگ میزنیم در فلان جا کار میکنم یا قضیه فلان دخترم یا فلان جا کار رفتم یا ای سزار هم باشه یک بار همو لوبای ارسه که میبره ارس مینم ملیسا همه اجازت میده که یه مینوت گپ زنیم. بعد بسیار در کامنتر می نویسه که برادر عزیز چه وقتی که میاویشون میگوی در گیجا هم خیلی بعضیاش در جاهای بدن، بعضیاش در جای نیک، بعضیاش میگن نگو که چی گپ شید. بعضی خواهرها و مادرها میاییم به هم خاطر دوستان عزیز هر چی است به خاطر خدا است. نزنیم یگان چیز رکلام نمیکنم برای چیز احساساتی فرزند یک از اون چیز در بالای باید ما رکلام نزنیم. دوستان مهربان، خدا نگهدار. تو از هر یک قدم شما میندارم، پروردگار از شما راضی باشه که این قدر دستگیری میکنه. خواهش میکنم ویدیو را پنگ کنید. السلام علیکم و رحمت الله.